این دو ورزشکار تیم ملی بایسکلرانی افغانستان پس از این با تیم افغان نیستند. معصومه و زهرا که هر دویشان خواهران همدیگر هستند، از سوی یک کلبه خصوصی به نام البی کشور فرانسه همراه با خانواده‌شان به هدف زندگی کردن در آن کشور دعوت شده و پس از این زندگیشان را در آن کشور به پیش میبرند. زهرا و معصومه در صحبت با رسانه‌ها چنین گفتند: واقعا خیلی جای خرسندی است و فرانسه کشوری است که یعنی بایسکلرانی در اونجا زیاد پیشرفت کرده و کشور برای ورزش بایسکلرانی خیلی خوب است و من خیلی خوشحال هستم که میتونم برم فرانسه و ورزش بایسکلرانی خود در اونجا به اوج قدرت برسه. پیست صحیح نداریم ما دخترها که تمرین کنه و اگه پیست داشته باشین تو تمام دخترها میتونن آزادانه تمرین کنه. همین سرک است که فامیل ها اجازه نمیده دختراش به بایسکلرانی بره و بایسکلرانی را پیش ببره. با گفته مسئولان فدراسیون تیم ملی بایسکلرانی افغانستان، این دو دختر افغان در یک بازی که بعد از 2 ماه برگزار می گردد به نام افغانستان در رقابت بایسکلرانی شرکت می کنند. صادق صادقی رئیس این فدراسیون می گوید که این دو ورزشکار بایسکلرانی در رقابت های فرانسه به نام آن کشور و در بیرون از آن به نام افغانستان مسابقه می کنند. دو چهره ناب و دو نابغه ورزش کشور در 5 سال تانستند که خود تبارز بدن و جایگاه خود نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای اروپا هم پیدا بکنند. با گفته مسئولان این فدراسیون، هرچند رفتن ورزشکاران افغان از افغانستان یک ضایعه بزرگ است، اما میگویند که این برای دختران افغان یک افتخار است که کشورهای دیگر آنها را برای مسابقه و اقامت دائمی در کشورهایشان دعوت میکنند.